ایران 4 تا 5% از تولید نفت جهان را از زمین استخراج می کند. ایران همیشه جزو 10 کشور برتر در تولید نفت بوده است. ایران 6 تا 7% از تولید جهانی گاز را از منابع زیرزمینی استخراج می کند. ایران در میان 3 کشور برتر تولید کننده گاز در جهان قرار دارد. ایران یکی از منابع تامین انرژی برای اروپا و چین است و انرژی پایه و اساس زندگی و تولید است. نفت سوخت وسایل نقلیه است و شما هرگز نمی توانید نفت را با هیچ ماشین برقی جایگزین کنید. با کاهش جریان هیدروکربن‌ها همه فرآیندها کاهش می‌یابد، تولید کم می‌شود و گردش اقتصادی افت می‌کند. این همان چیزی است که ترامپ می‌خواهد. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد جریان نفت و گاز ایران به اروپا و چین را کاهش دهد.